شروع ویدیو 41 سال 1388 2009 2010 میلادی. چه اتفاقی افتاد سال 88؟ دیگه با این ذوق و شوقی که من دارم تعریف میکنم احتمالا با توجه به ویدیوهای قبلی هم که حتما همه رو با دقت دیدین و گوش دادین عروس شدم. میخوام عروس بشم، قشنگترین عروس دنیا. اینجوری شد که 31 اردیبهشت 88 ما جشن عروسیمون رو گرفتیم. سال 88 هم اتفاقات زیاد افتاد، اتفاقات خیلی پرشور و هیجان بود، اتفاقات خوب، خبرهای ناخوشایند. یه سری عروسی داشتیم. پدر بزرگ خیلی عزیزم و متاسفانه همون سال از دست دادیم و بعد سر کار که همچنان بودم. طبق روال عادی برنامه شروع میکنیم با اول فروردین. اگه خاطرتون باشه آخر ویدیوی 40 گفتم که با همسرم رفتیم به سمت سنندج، منزل یکی از دوستان ایشون و خانوادهشون. چند روز اول اونجا بودیم. سنندج، دریاچه زریوار، جای دیدنیشون، موزه سنندج، امارات وکیل، بازاراشون، دشت و صحرا و چمن خیلی بسیار، طبیعت بسیار بسیار زیبا و میزبانهای خیلی خوبی داشتیم. دو روز هم رفتیم کرمانشاه که باز یه دوستی من اونجا داشتم که با ایشون قرار گذاشته بودیم، برنامه ریزی کرده بودیم. رفتیم جاهای دیدنی کرمانشاه رو باز دیدیم و بازار و تکیه و زورخونه و کلی خرید برای فردا که میخواستیم بریم کوهنوردی. این آثار باستانی، طاق بستان، اینا رو همه رو رفتیم دیدیم و دیگه 6 فروردین حرکت کردیم به سمت تهران. با عروسیا برقرار بود. یه سری جرقه های باز جدیدی در راستای تلاش های من برای مهاجرت، چالش بزرگ آیلتس و بالاخره قبول شدن. احتمالا فکر میکنم هم سال 88 بود که نمره که میخواستم رو گرفتم و یوگام هم همچنان ادامه داشتم میدادم. منم در تب و تاب آماده شدم برای عروسی دیگه. برنامه‌مون این بود که به جشن عروسیمون مقرون به صرفه ترین جشن ممکن باشه و واقعا هم همینطوری شد. یکی دیگه از همکارام که همچنان با هم دیگه در ارتباط هستیم، همکارای قدیمی شرکت هم که با هم کار میکردیم، ایشون رفتن امریکا دیگه. نوشتم که خدا میدونه دیگه که برمیگرده. اون سال و سال قبل خیلی هم بچه‌های بخش ما دیگه همه یکی یکی داشتیم میپریدیم دیگه، هر کسی میرفت یک طرف دنیا. دنبال دیجی بودم، بیانه دادم واسه دیجی، بعد ارکستر رو چه میدونم کاراشون رو دیدم، نمونه کاراشون رو دیدم، پیش کرایچی رفته بودم، همه چیزایی که میخواستیم اوکی شد، بیانه ها رو همه رو دادیم. همچنان در تکاپوی آماده شدن برای جشن عروسی جوری شد که ما پارکینگ خونه بابا اینا مدلی بود که میتونستیم قشنگ یه جشن برگزار کنیم. تعداد مهمونا خیلی خیلی باید محدود باشه به خاطر که در واقع هزینه هامون از همون اول بیاد پایین. همسرم چون خودش در زمینه آشپزی کاملا حرفه‌ای عمل میکرد، قرار بود که با کمک یه سری از همکارای دیگه شام عروسی رو خودشون تهیه کنن. آبجی بزرگو و همسرش تو کار فیلم و عکس عروسی بودن. مامی جونم هم که یه عمر آرایشگر بودن و بالاخره دوستان ایشون و همکاران ایشون دیگه کار آرایش و چه میدونم مو آرایش من و ایشون انجام دادن. لباس عروسی زندویه بود یکی از همکارام درست کرد، خیلی مقرون به صرفه، بسیار بسیار ساده، چون من بسیار بسیار ساده پسند بودم. سفره عقدم و مثلا خواهرم اینا، آبجی بزرگو و دختر خالم اینا همه با کمک هم دیگه چیده بودن، چون دیگه کارشون همش این بود، دیگه متخصص شده بودن در این زمینه. یه خلاصه اینجوری شد که در واقع هزینه های عروسی ما دیگه به کمترین میزان خودش رسید، چون یه جورای خانواده خودکفایی بودیم و دیگه هر کسی بالاخره یه گوشه کار رو گرفته بود و با کمک هم دیگه تونستیم بالاخره یه عروسی مقرون به صرفه‌ای در واقع ترتیب بدیم دیگه. روز قشنگ پنجشنبه 31 اردیبهشت 88 صبح بعد از دوش و فلان و اینا آژانس
گرفتم و سر راه شیرینی خریدم و رأس ساعت 12 آرایشگاه بودم. موهامو پیچیدن و مریم جون آرایش صورتمو انجام داد و دوست مامی جون موهامو درست کرد. خیلی راضی بودم، به همون سادگی که خودم دوست داشتم. همه اتفاقات افتاد و سر آبجی بزرگ و یکی دونه خانداداش با همسرم اومدن دنبالم با یه ماشین بنز فروک با راننده. از این ماشینای قدیمی پیدا کرده بودم، اجاره کرده بودیم که به عنوان ماشین عروس که راننده هم داشت. خیلی خارق العاده بود. نوشتم و خلاصه دیگه اومدن دنبالم و تو راه دیگه مراسم چیزی خلاصه عکاسی و قشنگ فیلم برداری تو مسیر و دیگه تا رفتیم وارد حیاط خونه بابا اینا شدیم و دیگه پارکینگ و شروع عروسی و رقص و پایکوبی و شام و دیگه رقص 2 نفره آخرمون که کلی تمرین کرده بودیم براش و دیگه بالاخره همه مهمونام سورپرایز شدن چون هیچ کس ازش خبر نداشت و فکر میکنم که از پسش بر اومدیم. خلاصه شب خیلی خیلی خوبی بود و خوش گذشت به همه دیگه. کل این هفته شلوغ قلوغ، راهپیمایی، درگیری‌ها و کشت و کشتارهای کوی دانشگاه، همه شاکی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری. شلوغی‌های 88 مرور یه سری چیزها رو اصلا دوست ندارم بخونم، دوست ندارم دوباره تو ذهنم زنده بشه. تولد همسر عزیزمه، نوشتم 3مین تولدیه که با هم هستیم. قربونش برم، خودش همه خریدا و کارا رو کرده بود. خانواده منم همه اومده بودن، مامان ایشونم بودن و خودش یه غذای خیلی خوشمزه درست کرد. براش هدیه خریدم از آدیداس. بالاخره همسرم یه مغازه کوچیک، یعنی یه رستوران گرفتن که قرار بود بشه یه رستوران ایتالیایی و دیگه خودش یعنی برای خودش کار کنه و از صمیم قلبم دعا میکنم که کار رستوران خیلی زود بگیره و من و همسرم بتونیم به تمام چیزایی که دوست داریم برسیم. خیلی ذوق زده بودیم جفتمون. چهارشنبه 18 آذر ماه نوشتم بحث و مشاجره امروز تو اتاق آخر وقت با مدیرم. گفت که تا آخر ماه استعفا بدم. منم گفتم، یعنی اصلا از عصبانیت در حال انفجار بودم. این بار دومش بود که با من این کارو میکرد. بعد از کارم رفتم سمت پارکوی هات چاکلت. بارون شدیدی میبارید و سرمایه حسابی بود. رفتم پیش همکار قدیمیم، کلی با هم درد و دل کردیم و همه چیزو واسش تعریف کردم. اصلا هم برام مهم نیست کاری که امروز مدیرم با هم کرد. امروز شرکت نرفتم، خونه رو لیسیدم به حد مرگ. برق افتاد همه جاش. با مدیر ارشدم صحبت کردم و کلی هندونه داد زیر بغلم که تو خوبی، تو قشنگی، تو الی، تو بلی، تو بهمانی، تو کارمند نمونه هستی، تو فلانی. خلاصه منم گوشام پشت گوشام مخملی شد و خلاصه اینجوری شد که قرار شد در چند روز آینده کلا من بخشم رو عوض کنم و برم توی بخش دیگه کار کنم، بخش اداری کنم. اپلای کردم برای فوق رشته زبانم تو دانشگاه اوپسالا. اپلیکیشن میخواستم بفرستم برای دانشگاه سوئد که نوشتم فرداش اومدن از پست و تمام مدارکم آماده شده بود. 13 اسفند به خودم رسیدم و آژانس رو رفتم خونه نیلو دوستم که دیدم برام کیک تولد گرفته بود و خلاصه کلی سورپرایز شدم. خیلی باحال بود. همسرم هم حدود 11 بود که اومد. تبریکات تولد از مشهد، کرج، اصفهان، سمنان، امریکا، دبی، مالزی، انگلیس، کانادا، استرالیا، اسکاتلند. شب هم مامی جونم اینا، مهسان و مادر همسرمون، برادرم اینا و خانواده‌اش همگی به صرف شام اینجا بودن و تولد بازی و خیلی همه چیز عالی بود و خیلی خیلی بهمون خوش گذشت. و این ورم قشنگ هدیه‌هارم نوشتم که بهم پول و سکه و لباس و اینا دادن دیگه. خلاصه حسابی خوش به حالم شده دیگه. 15 روز بعد از تولدم هم نوشتم شرکت رو طبق معمول بیزی بودم و از بچه‌ها همکاران برام تولد گرفتن و کلی ذوقیدم. برای 3مین بار کیک تولد فوت کردم. توی فیسبوک هم خیلی ها برام پیغام گذاشته بودن. بعد اسم تک تک بچه‌ها رو دوستایی به هم تبریک گفته بودن و اینجا نوشتم.
و روز قبلش هم نوشتم داییم و زندویم، پسر عمم، دوستان قدیمی، یکی از عموهام، دختر عموهام، خلاصه همه از همه جا برای تبریک و تولد من با هم تماس گرفتن و بهم تبریک گفتن. خیلی خوشحالم و خیلی سپاسگزارم. آبجی بزرگه و همسرش، دختر خالم و همسرش با ماشین حرکت کردن به سمت تهران. 26 اسفند. 28 اسفندم نوشتم که تا ساعت 2:30 کوزت شده بودم، داشتم خونه میلیسیدم. بعدش بابایی و بچه ها همگی اومدن دنبالم. رفتیم ناهار خوردیم و یه سری خرید داشتیم انجام دادیم. بچه ها من شب رسوندن که وسایلمو آماده کنم برای اینکه قرار بود که روز بعدش راهی سفر بشیم. و 29 اسفند شنبه نوشتم که ناهار یک کوبیده جانانه تهیه شده توسط همسر عزیزم. بعد از ناهار حرکت به سمت همدان و سنندج و سال تحویل در قروه نرسیده به سنندج سال رو تحویل کردیم. این هم بود از سال 1388 2009-2010 میلادی، سالی که عروس شدم، قشنگترین عروس دنیا. شروع زندگی مشترک و کار جدید و همه اینا، یعنی یه قسمتی از زندگی بود دیگه، یه قسمتی از زندگیمون بود که داشتیم باش دست و پنجه نرم می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم که دیگه بالاخره ساختن یه زندگی مشترک خیلی هم کار آسونی نیست و تلاش دو طرف رو می‌خواد. بالاخره در حال یادگیری بودیم دیگه، داشتیم یاد می‌گرفتیم و خوبیش همیشه این بود که بالاخره خانواده هامون همیشه کنارمون بودن و هممون رو داشتن. هم که ویدیو 42 پایان فصل دوم زندگیم بشه. در واقع میخوام فصل سوم زندگیم مصادف بشه با سالی که مهاجرت کردم. سال 89 بود، شهریور 89 بود که من مهاجرت کردم.